دیوانه ها دنیا رو میسازن. کریستوف کلمب که یهو به مغزش میزنه یه آدم دیوانه، من میخوام از این ور برم برسم به هند، اونه که امریکا رو کشف میکنه. اون آدمی که عمرشو میذاره که مثلا اتم رو کشف بکنه، درسته؟ دیوانه است، چون هیچ عاقلی عمرشو نمیذاره برای این کار. دنبال پول و منفعت و زندگی و مقام و شهرت خودشه. تمام اختراعات، تمام اتفاقات گنده تاریخ و دیوانه ها رو انداختن. عاقل استفادهش کرد، تبدیل به ریال و دلارش کرد. دیوانه با دلش میره دیگه. بکنم به دیوانه ها بیشتر خوش میگذره، درسته؟ اصلا به اونا خوش میگذره، اصلا به عاقلا خوش نمیگذره. زندگیشون جهنمه. تو زندگی خانوادگی جهنمه، تو یه کار جهنمه. ببین حتی عاقلا که میخوان یه جایی جمعشن شادمانی کنن، 4 تا دیوانه میارن وسط که بهشون شادمانی کنن. همه آدمایی که رنج دارن، درد دارن، مریضی دارن، همش از نبود دیوانگی تو زندگیش. دنیای دیوانگی دنیای رهاییه. رها هستی. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه خوانم خویش را.